دوستان گرامی گذاری ما در ورزشگاه‌های اروپا ادامه دارد و امروز ما با پاریس اومدیم که در اینجا با ورزشگاه PSG که در همین میدانی که ما اینجا حضور داریم بازی میکند شناس شویم. البته برای به اینجا وارد شدن بسیار دشواری‌ها هم بودند چون که مبلغ‌های کلان از 25 تا 50 یورو برای در اومده دیدن همین ورزشگاه هست و بعداً گفتند که شاید ما رو برای اون جایی میبرند که فوتبال بازان هم اونجا لباسای خود رو میکشند. ولی ما به این قناعت کردیم و با سپردن 25 یورو وارد این ورزشگاه شدیم که حالا شما میبینید. این ورزشگاه پارک دی پرنس است. اگر به ترجمهش توجه کنیم پس اون چون باغ شاهان ترجمه می شود. هنوز سال 1897 از جانب معماران سیاوش تیموری و روژه تایبر تحریزی و بنیاد گردید. گنجایشش 47929 نفر می باشد. تا سال 1998 تا اون دوره‌ای که استاد دی فرانس ساخته نشد دسته منتخب فرانسه در این میدان بازی میکرد. پارک دی پرنس فینال چمپیوناتی اروپای سال 1960 و 1984 را به آغوش گرفته است. سه فینال جام لیگ چمپیون‌ها در سال 1956 75 و 1981 نیز در اینجا گذشته است. دو بازی نهایی جامداران اروپا در سالهای 1978 و 1995 نیز اینجا صورت گرفتند. 6 بازی جام جهانی سال 1998 در پارک دی پرنس استقبال شد. دوستان گرامی در هر یک بازی فوتبال بازان از همین دروازه به بیرون میآیم. مثل اون که من حالا از اینجا به بیرون آمدم و به میدان وارد میشوم. این میدانی هست که بسیار هم زیبا هست و یکی از ورزشگاه‌های بهترین در جهان گوییم خطا نخواهیم کرد. هنوز سال 1998 در اینجا چمپیونات جهان برگزار شده بود و دسته‌های منتخب در فینال در همین ورزشگاه بازی کرده بودند. خوب در این باره هم کمی بعدتر به شما خواهیم گفت. اما این میدانی که حالا ما شما میبینیم دامنه هایش مرزهایش صنعی هستند اما خود ورزشگاه چقدر که میبینید علف طبیعی است. بسیار هم خوب بسیار هم زیبا هموار برای بازی موافق با استانداردهای جهانی جوابگو است. خب مثل من طوری که میبینید اینجا هستند تماشابینان جوانان اینچنین دیگر نفرانی که اینجا برای دیدن همین لحظه ها اومدن. ما هم میخواستیم اینجا جوانان پاریس سن ژرمن که اینجا مشق میکردن با اونها هم یک نواری داشته باشیم اما اجازت بهمون نشد و همینطور ما حالا در همین حالت جایگیر شده ایم. پاریس سن ژرمن از دسته‌های بهترین فرانسه 10 مرتبه صاحب عنوان چمپیونی 14 مرتبه صاحب جام فرانسه. سال 1996 گلر جامداران اروپا فینالیست لیگ چمپیون‌ها در سال 2020 و این دسته الحال عنوان چمپیونی نمی‌رسد. حالا ما دوستان گرامی در کرسی‌های احتیاطی فوتبال بازانی که اینجا می‌نشینند نشستیم و شما خوب می‌دونید که مسی همیشه در میدان است اما وقت‌های آخر بیشتر در همین هیئت احتیاطی می‌نشیند. شاید به بارسلونا گذرد اما ما تا هنوز نمی‌دونیم. این روزهایی که من در اینجا هستم بحث و تلاش‌ها اطراف گذشتن
لیونل مسی با کلوب بارسلونا در جریان است. از این نقطه دیدن همین بازی بسیار دشوار است، خیلی پست است و از اینجا وقتی که ما میبینیم تنها توپ رو دیدن ممکن است و از روی اون توپی که ما میبینیم پس گفتن ممکن است که بازی چگونه میرود. با تمام احساسات مربی اینجا منشیند ولی باز برمیخیزد و با بازی میرود. برای چی؟ برای اون که از بالو بهتر بیند. پاریس سن ژرمن از سال 1970 تأسیس یافته و حالا طوری میبینیم خوب هنرنمایی دارد. بازیگران زیادی در حیاط این دسته بازی میکنند که امروز معروف جهان هم هستند. قسم زیادی بازیگرانش گران ارزشترین هایند. در همین جایی که حالا ما حرکت میکنیم فوتبال بازان همیشه وقتی بازی پیش از بازی و اینجا میآیند. اینجایی که میبینیم جای کنفرانس مطبوعاتی است که دسته ها پیش از شروع بازی ها اینجا همین گونه در نزد روزنامه‌نگاران و سوال ها جواب میگردونند. در اینجا باشد دختران هم مسح میکنند و هم بازیگران رو با بازی آماده میسازند. اینجا باشد رختکنی دسته است، جایی که لباس ها آویخته میشوند و از اینجا لباس ها رو میپوشند و بیرون میروند. خوب اگر توجه کرده باشید در اینجا پیراهن های لیونل مسی، نیمار و همچنین مباپه، کیلیان مباپه یک جای ایستادند. یعنی اینها سه ستاره شعله‌ور پاریس سن ژرمن هستند که هر کدام تماشابینی که اینجا میآید نزد این لباس ها عکس خود رو هم میگیرد. در اینجا بغیر از این بازیگرانی که من گفتم اشرف حکیمی، کیمپمبه، سرخیو راموس، مارتینز، برنارد، سولر، دوناروما و غیره خیلی خوب استقبال میشوند. به همین ترتیب دوستان گرامی در این روزه که من در اینجا بودم
футболбозони дастаи Пари Сен-Жермен тамрин надоштанд. ба ҳар нав тавонистам ҳарчи набошад аз ин ҷо як наворҳое ба шумо пешниҳод кардам ки хуб шояд надида бошед, чунки мо бори аввал ба ин ҷо меоем ва ин ҳам дастовард аст. бо як умед ки Пари Сен-Жермен боз мавқеияти худро дар лиги чемпионҳои аврупо боло мебардорад, ин ҷо наворҳои худро ба поён мерасонем. воқеи сиҳатманду пирӯз бошед. хайр.